هلو گایز، چطورید؟ خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز قراره یک بازی ترسناک بازی بکنیم به اسم Inside the Backroom. بریم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم داخلش. خب Inside the Backroom بازی به شدت معمایی تو در توه و من سری پیش یه بار این ویدیو رو ریکورد کرده بودم و متاسفانه وسطش دوربینم قطع شد و دوباره دارم ریکورد میکنم. امیدوارم این دفعه قطع نشه. خب بریم داخل ببینیم لود چه بازی. خب بازی شروع شد. ادامه اینجا داریم. چراغ قوه، رادیو، یه کاغذ دیگه، یه واتر داریم اینجا. خب بازی معمایی، تعریفش رو زیاد شنیدم. خیلی مخصوصا این مپ اولش تو در توه، یعنی بیاید بازی کنید گم میشید داخلش. بهتون پیشنهاد میکنم بازی کنید. اگه با دوستاتون بازی کنید خیلی حالش بیشتره. من قبلا اینو بازی کردم ولی خیلی وقت پیش بود. الان جدیدن دارم بازیشو بازی میکنم. استامینا هم داره. خب ببینیم چه خبره و چیکار انجام بدیم. من نسخه دیگه ای از این بازی رو بازی کرده بودم، این نسخه رو بازی نکردم. فورس اینجا داریم. فکر کنم آی اینونتوریش باشه. برای اینونتوری داره. چرا قوه. اوکی یوزش کنیم. رادیو، واتر، قرص داریم و ژله. خب این چیه؟ گربه عکسشو زدم دیوار. 4. اوکی. او هایدم میشه شد. هایدم میشه شد. اوکی اومد اینجا داریم. اوکی روم 3. خب یه چیزی اون ته هست، نمیدونم میبینیدش یا نه. فکر کنم باس بازی باشه. روم 1. اوکی الان 3 تا روم پیدا کردیم. روم 1 و 2. آها 4 تا شد. 4 تا روم داریم تا الان. خب اینجا نداریم. لر داریم. دقیقا فکر میکنم معمایی باشه بازی و اینم باید یه کاری باشه انجام بدیم. هیر. اوکی زد میخوابه. گرافیک بازیش هم جالبه. اما سنج داریم اینجا. 20. اوکی
ببینیم میتونیم معماشو حل کنیم. واقعا نمیدونم باید چیکار انجام بدم. یه در اینجا داریم که لاکه. دو تا کارت نیاز داریم. اینونتوری. خب فکر کنم یا خدا ترسیدم. دو تا روم یک، روم دو، روم سه و روم چهار. اوکی. اینجا باید یه چیزی بزنیم. اوه دمای روما رو باید بگیریم. اوکی. آها. یه قرصم اینجا. اوکی بریم دمای روما رو بگیریم. اینجا بریم دما رو بزنیم. روما کجا بودن؟ روم روم روم. هم یکیش اینجا بود اگه اشتباه نکنم. آره. نه نیستش. بارم همینجور که دارم میگردم دنبال روم آمپسکی رو نشم. زمینامون هم داره تموم میشه. اوکی. دید بدی داره میاد. او واسه اینجاست. اوکی حواسش نیست. داره. من باید چیکار کنم اینجا رو؟ فعلا فقط روما رو پیدا کنم. حالا اگه قرار بود این روما رو پیدا نکنم نیازشون نداشتم. آها پیدا کردم یکی. نیازشون نداشتم الان تون تون همشون پیدا میشد. خب روم یک 13 و 65. خب از اونجایی که 4 تا روم داریم بنویسیم اینا رو. 13 و 65 روم یک. اینا رو یادداشت کنیم فراموش نکنیم. خب 13 و 65 یک. خب اینم روم دو. اینم یادداشتش کنیم. 12 و 10. 12 و 10 درجه میشه روم دو. اوکی. روم 3 و 4 رو میخوایم. روم 3 و 4. خیلی مپش تو در تو. کاش این بازی یه میری مپی چیزی داشت میتونستی راهتو سریعتر پیدا کنیم. خب نداره. این یکو که رفتیم. روم دورم رفتیم. 3 و 4 کنم اون طرف باید. باسم اینجاست. طرف رو بگردیم بعد بریم اون بر. خیلی مپش تو ده. اینجا فکر کنم روم 4 میشه. آره. خب 3. 3 میشه روم 4. خب مونده روم 3. صدای این باسه رو دارم میشنوم. یا خدا. باید بگیرتمون. ست از این ور برم. روم 3 رو باید پیدا کنیم. روم 3 هم فکر کنم همون نزدیک روم 4 بود اگه اشتباه نکنم.
مودیم داریم شو گشتیم. اوکی داخلش هاید شد. روم 3. اوکی خب روم 3 رو هم پیدا کردیم. روم 3 چنده؟ 8 و 60. روم 3. خب اینم داشته باشیم اینجا. بریم سراغ اتاقه که یا خدا یه خیلی وحشتناکی داره نسبت به جثه‌ش. کنم پشت اینجا باید باشه. یعنی واقعا میگم این مپ اولش لابیش خیلی تو در توه خیلی و بازی به شدت تاریک و دارکیه. یعنی باید اگه میخواید بازی کنید نور مانیتورتون رو ببرید تا ته بالا یا نه هیچی نمیده. یا چرا قوه نداشته باشید خیلی سخت میشه. خب اوکی پیدا کردم اتاق. دماغ رو بزنم. دارم دماغ رو بزنم در باز بشه. خب چند بود دما؟ روم 1 13 و 65. 13 65 سابمیت. آها درست. خب روم 2 12 و 10. یا خدا صدا باسه داره میاد. امیدوارم نیاد توی اتاقه. سری بزنم. روم 3 8 و 60. 8 و روم 4 هم 3 بود. اوکی خب چی شد؟ خب ما چی داریم؟ اره داریم. فرصه نمیتونیم برداریم. نه داریم فکرم پر شده. اره خب بعد فکر کنم برم اونجایی که چوب بود. کجا بود؟ حالا کی میتونه پیداش کنه؟ آها پیداش کردم شانسی. خب شروع کنیم به بریدن. آی اوکی خب نمیتونم از زیرش رد شم. خوابیده. چرا؟ رد شدم. اوکی هولی شت. حس خوبی ندارم اون ته. اصلا حس خوبی ندارم برم اون ته. یا میرم جلو یه اتفاقی قراره بیفته میدونم. تجربه بازی های ترسناک میگه همیشه ته اتاقای بسته اتفاق میفته. حالا یه چیزی از پشت میاد یا اتفاقی همون جلو میفته. خب چشامونو ببندیم بریم جلو ببینیم چی میشه. کار کنیم بریم جلو دیگه. باید بریم دیگه. نریم بازی رو نمیتونیم تموم کنیم. خب دمای اینجا رو نگاه کنم. مثلا فزموفوبیا نباشه دما رو باید بسنج. روحی گستی چیزی. خب اوی شت. گفتم یه اتفاقی میفته. ریدم به خودم. خب هیچ گوشتی داریم اینجا. در نیاد دست تو این. دستش جا موند. دستش موند. خب حالا اینجا دوباره اتفاق نیفته خوبه. اوکی خب اینجا یه پیشگوشتی پیدا کردیم. حالا این پیشگوشتی رو کارش باید بکنیم. یه درم اینجا داریم. این در اینجا لاک قفله. یه پله هم اینجا داریم. بریم بالا ببینیم چه خبره. اوکی
جالب. اسم کانال باید بریم. خب بله این بالا هم انگار تو در توه، 1000 توه. کلا سازنده بازی خیلی علاقه داشته به تو در تو ساختن. خب یا خدا چه ارتفاعی. چی شد؟ از اون بالا افتادی چیش نشد؟ اوکی اینجا یه کارت داریم. آها این کارت ها پس اینجا. کارت ها رو باید بریم بزنیم جای اون دره. خب چند تا کارت دیگه هم اینجا داریم ولی لاک در. اوکی پشتم یه دونه ژله داریم. اوه چه جالب، ما از این کانال ها اومدیم. از این کانال ها فکر کنم باید بریم دونه دونه روما رو کارتاشون رو برداریم. این لاک یه بدی اومد از بالا. باسه؟ باسه چرا اینجوریه؟ نیاد این سمت هر جوری هست فقط این سمت نیاد. خب دوباره داخل که رفتیم سمت راستی ببینیم چطوره. اوکی کارت دیگه داریم اینجا بلو کارت انگار. آره خب نمیشه برداشت. یه باسه داره میاد از پشتم. بریم برای بعدی. خب چپ رو رفتیم راستم رو رفتیم بریم تش. امیدوارم چیزی این تو نیاد من جامپ اسکیل کنه به ترسونه. فوبیای جای تنگ و ترسناک رو دارم. این بدترین جا برای ترسیدن. خب یه کارت دیگه هم اینجا داریم گرین کارت. اوکی خب یه کارت دیگه هنوز مونده درسته؟ آره اونم برداریم ببینیم چیکار باید بکنیم. اوکی قوه بالی داره. نارنجی هم فکر نکنم باشه. سری از گیم های ترسناک شارژ قوهشون تموم میشه. خب کجا باید بریم؟ یه جایی بس آها اینجا بود. کارتا رو باید بزنیم داخل. اوکی خب ما 4 تا کارت داریم. حالا شانسی قرمز و سبز رو میزنیم. باسه داره میاد. یا خدا نمیشه رفت زیر این. نه نمیشه چرا گیت شد کرکترم. تپش قلب گرفته چرا اینجوری شد. من نگاه این باسه کردم اینجوری شد. فکر کنم یه دونه قرص بخورم خوب بشه. آره انگار تست کنیم ببینیم خوب میشه. آره خوب شد. اوکی کارت هم که نبود. قرمز و سبز رو امتحان کنیم. چیزی هست مربوط به این دفترچه میشه. دیگه که قرمز و سبزه. قرمز و سبز میشه نتیجهش. قرمز و آبی زرد. قرمز و زرد مشکی. سبز و آبی میشه قرمز. این چیکار باید بکنیم؟
هرچی از فکر میکنم مربوط بشه به آهان آبی. اوکی این رنگه اینجا آبیه، پس سبز و زرد نیازه. سبز زرد دقیقا. اوکی برای ببندیم نبندیم، راه فراری نداریم. چیزی اینجا نباشه. نه خدا رو شکر. اوکی یه سری آیتم هم اینجا داریم. جای عجیبیه. چی داریم اینجا؟ اوکی میگه لایت ها سبز قرمز و اوکی. حالا چه خبره؟ اوه به جایی. open gate reset. reset که هیچ اتفاقی نیفتاد. open gate. اوکی این گیت اون ته باز شد. فکر کنم باید برم تا اونجا. بله همینطوری که فکر میکردم. فکر کنم جایی که نور نیست نباید برم. اوکی جایی که قرمزه فکر کنم میشه رفت تا زمانی که خاموش نشده باشه. آه اشتباه کردم. خب اوکی. اوه 10 تا 9 تا. اونو برداریم بگیریم دستمون. گیت فکر کنم بسته میشه، اول ریستش کنم. کنم بعد صبر کنم تا گیت کامل بسته شه، چون ریست میزنم اتفاقی نمیفته. او اوکی نه ریست شد. و این دفعه حواسمو جمع کنم. اوکی ریدم. سخت درست یعنی جامپش یه جوریه درست جامپ نمیزنه. اوکی این سری ردش میکنم. این سری باسم داره از پشت میاد. آخر ما نفهمیدیم این باسه چیه. باسه عجیبی داره. دش کن میکشدمون دوباره. اوکی همینجا هم میافتادم پایین. این سری میخوام ترای برم جلو. ترای هارد کنم برم جلو. اوکی یه بار دیگه ریست. اوکی اوپن گیت. گیت نشد. اوپن گیت. اوکی بریم. Let's go. سری ردش میکنم. دیگه نمیرسم. اوکی بشه که رفتیم. به چیه؟ نمیشه. خب ببینیم اینجا چی داریم. 1 2 3 4 6 5 4 2.
دک میخوره. هم یه آسانسور داریم. اوکی، یه معمای دیگه در پیش داریم. ببینیم باید چیکار کنیم. کاغذ اینجاست. 1 2 3 هشتکا. اوکی، هشتکا میشه پشت این ستونا. 1 2 3 4 روبروشون. ببینیم چیه. هشتکا میشه پشت این ستونا. اوکی، 1 2 3 4 داریم اینجا. آهان، به ترتیبه. میشه 24 56. 24 56. اوکی، جی جی، ایزی. او رفتیم مرحله بعدی. مرحله بعدی رو انشالله من توی یک ویدیوی دیگه میذارم داخل چنل یوتیوبمون. بازی به شدت جالبی بود، معمایی خیلی جالب بود. گرافیک بازیش عالی بود. قسمت بعدش رو انشالله من توی ویدیوی بعدی ریکورد میکنم و میذارم. دوستان سابسکرایب، لایک، حمایت کنید، کامنت بذارید. بدرود.